قبل از این که من کلیپ های شما عزیزان رو پخش بکنم، مختصری در مورد توسل میخوایم صحبت بکنیم. بارها گفتیم که الله سبحانه و تعالی همه انسانها رو برای این آفریده که عبادت ذات اقدس الهی رو بکنند و ما در قرآن کریم میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله سبحانه و تعالی ما رو برای این آفریده که عبادت ذات اقدس الهی رو بکنیم و وسیله نوعی عبادت هست. توسل جستن و تقرب جستن به الله سبحانه و تعالی عبادتی است که پروردگار متعال در قرآن کریم برای ما ذکر میکنه که دوستان عزیز اگر نشون بدن این صفحه رو، در سوره مائده آیه 35 الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، از الله بترسید و به سوی او تقرب جویید یا وسیله بجویید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید. تقربی که ما به سوی الله سبحانه و تعالی می جوییم همانا عبادت هایی است که ما انجام میدیم. اگر که ما به این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و بعد از این که دوستان اگر که نشون بدن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، از الله بترسید. الله ترسی، خدا ترسی و تقوا وسیله است برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی و در راه الله جهاد کنید تا که رستگار شوید. ما گفتیم که توسل، این توسلی که الله سبحانه و تعالی به عنوان یک عبادت برای ما در قرآن کریم ذکر میکنه این است که ما به ذات الله سبحانه و تعالی و به صفات الله سبحانه و تعالی و به اسماء الله توسل بجوییم و در دعایمون آنها را بخوانیم. نمونه توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی این است که ما بگیم یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا غفور. همین 99 اسم الله سبحانه و تعالی که در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده، این بالاترین نوع توسل هست. دچار مشکلی هستید، مشکل مالی، همه میدانیم که الله سبحانه و تعالی غفور است، رحیم هست، رزاق هست، قادر هست. این اسما و صفات الهی است. پس دستان خودمون رو بالا بکنیم، دعا بکنیم که یا رحمان، یا رحیم، یا قادر، یا غفار، یا رزاق، تو به ما رزق بده، تو به ما روزی بده. ای پروردگار متعال مشکلات ما رو حل بکن. این بهترین نوع توسل است که به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی باشد. نوع دیگر توسل این است که ما به دعای مرد صالحی، همان گونه که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پیش رسول الله می رفتند و از ایشان طلب می کردند که برایشان دعا بکنند. همان گونه که فرزندان یوسف علیه السلام به نزد پدرشان رفتند و از
پدر خود خواستند که برایشان دعا بکنند. در داستان انبیای الهی و در سیرت بزرگان سلف امت ما میبینیم که همیشه انسانهایی که به تقوا و پرهیزگاری اینها اعتقاد داشتن در نزدشون می اومدن و از اونها طلب دعا میکردن. این یک نوع توسل جایز و مشروع است که ما پیش یک انسان که به تقوا و به ایمان و صلاح و رستگاریش اعتقاد داریم بریم پیشش و ازش بخوایم که در حق ما دعای خیر بکنه. این یک نوع توسل جایز است که ما می توانیم توسط دعای انسان صالح به پروردگار سبحانه و تعالی تقرب بجوییم. دیگر این که ما می توانیم با اعمال صالحی که انجام دادیم به طور مثال بگیم که پروردگارا ما یا من فلان روز فلان مبلغی را برای فلان انسان محتاجی فقط به خاطر رضای تو کمک کردم، یا بارالها این عملی که من انجام می دهم این خاص برای رضای تو است. پروردگارا من فلان صدقه جاریه‌ای رو که بنا کردم، پلی هست، مسجدی هست، مدرسه‌ای هست، بیمارستانی هست، بارالها به خاطر این عمل صالحی که من انجام دادم تو فلان مشکل من را حل بکن، به من نیکی ارزانی بدار، مرا از بدیها دور کن. یعنی این عمل صالحی رو که ما انجام دادیم این رو وسیله قرار بدهیم برای تقرب به ذات الهی و حل مشکلاتمون. یک انسانی اومده مدرسه ای ساخته، در این مدرسه میدونید که ساختن مدرسه به اصطلاح صدقه جاری است تا روزی که کودکان در این مدرسه درس میخوانند، تا وقتی که این کودکان بزرگ میشوند و با آنچه در این مدرسه آموختند عمل میکنند و وقتی که این علمی رو که در این مدرسه آموختند به دیگران میآموزند و دیگران به دیگران، همینطور تا روز قیامت نسل به نسل این علمی که شما به سبب ساختن یک مدرسه‌ای به کودکان مسلمانان منتقل کرده اید صدقه جاریه‌ای است. هر عملی که شاگردان این مدرسه، اعمال نیکی که انجام میدهند، اساتید این مدرسه و علم و معرفتی که در این مدرسه آموخته می شود، کپی یا نسخه ای از این ثواب در کارنامه اعمال شما نوشته است. شما می توانید همین عمل صالح خود را به پیشگاه الله سبحانه و تعالی با عنوان وسیله و تقرب به ذات اقدس الهی پیش کنید. پس گفتیم که توسل جایز 3 قسم یا میشه گفت 4 قسم هست. اول توسل به ذات اقدس الهی، دوم توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی، سوم توسل به دعای انسان صالح، خاصتا کسانی که ما فکر میکنیم که اونها اولیاء الله هستند، ولی هستند. ولی در اسلام به کسی گفته میشه که انسان متقی باشه، پرهیزگار باشه، مؤمن باشه، نه اینایی که به دروغ میان ادعای ولایت میکنن، نه این پیرهای فریبکاری که امروز به نام تصوف و به نام ولایت و به نام ولی بودن مردم رو دارن فریب میدن. ولایت واقعی، ولی واقعی وقت ادعا نمیکنه که من ولی هستم و هیچ وقت برای خودش مرید و 4 نفری که دست و پاشو ببوسن جمع نمیکنه، در حالی که اونایی که اولیاء الله واقعی هستن اصلا از این اعمال متنفرن. ولی واقعی هیچ وقت اجازه نمیده کسی بیاد دستشو ببوسه. اینهایی که امروز صف میکشن مریدانشون براشون میان دستای اینا رو میبوسن، اینها انسانهایی هستن که دارن با نام ولایت، با نام ولی، با نام تقوا، با نام اسلام دارن تجارت میکنن. و توسل به اعمال صالحی که ما خودمون انجام میدیم، از کارهای نیکی که در زندگی خودمون انجام دادیم. یا مثلا انسان میتونه بگه که بارالها من به خاطر دوستی و محبتی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارم و به خاطر عشق و محبتی که به کتاب تو دارم، به خاطر محبتی که به اصحاب پیامبر دارم، به خاطر محبتی که به اهل بیت پیامبر دارم، فلان مشکل من رو حل بکن.
چون محبت اهل بیت پیامبر، محبت اصحاب پیامبر، محبت عموم مؤمنان از اعمال صالح است. مثل کسی که میره صدقه میده، زکات میده، جهاد میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میکنه. وقتی که شما به اهل بیت پیامبر محبت دارین، دقیقاً دارید یک عبادت رو انجام میدید. وقتی به اصحاب پیامبر محبت دارید، دقیقاً دارید یک عبادت رو انجام میدید. شما میتونید همین محبت خودتون رو وسیله قرار بدید برای رسیدن و تقرب به الله سبحانه و تعالی و خواستن اینکه الله سبحانه و تعالی مشکلات شما رو حل بکنه. پس گفتیم که تقوا و پرهیزگاری یکی از اسبابی هست که ما میتونیم به الله سبحانه و تعالی تقرب بجوییم. ما در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که از ما میخواهد که تقوا پیشه بکنیم، همونطوری که در همین آیه وسیله اتقوا الله، الله سبحانه و تعالی ما را امر میکنه که تقوا پیشه کنیم. تقوا چیست؟ تقوا خدا ترسی است. تقوا این که ما از الله سبحانه و تعالی بترسیم. ترس این نیست که العیاذ بالله لولو خورخوره‌ای باشه که ما خوف بکنیم به اون معنایی که در دنیا برای انسان‌ها تصویر ذهنی که از چیزای وحشتناک وجود داره. نه، تقوای الله سبحانه و تعالی این است که ما اون حدودی که الله سبحانه و تعالی در دین برای ما تعیین کرده از اون تجاوز نکنیم. تقوا این است که ما از عذاب الله سبحانه و تعالی دوری بکنیم. تقوا این است که ما از عذاب الله سبحانه و تعالی بترسیم. تقوا این است که ما خواستار بهشت و رستگاری باشیم. تقوا این است که ما خواستار رضایت الله سبحانه و تعالی باشیم. در سوره بقره آیه 21 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یا ایها الناس، ای انسان‌ها. این از جمله خطاب‌های بین المللی است در قرآن کریم. ما گفتیم که در قرآن کریم یا ایها الذین آمنو داریم، یا ایها الناس داریم. یا ایها الذین آمنو خطاب خاص و ویژه است به مؤمنین، به کسانی که ایمان آوردن، به کسانی که مسلمان شدن. یا ایها الناس خطاب عمومی است، هم کافر، هم مسلمان، یهودی، نصرانی، عرب، عجم، مسلمان، غیر مسلمان، همه رو در بر میگیره. میگه یا ایها الناس، ای انسان‌ها، پروردگارتون رو بپرستید. الذی خلقکم، همون پروردگاری که شما رو خلق کرده. والذین من قبلکم، کسانی که پیش از شما بودن، هم شما رو خلق کرده، همونایی که پیش از شما بودن همه رو خلق کرده. می‌بینید خطاب چون بین المللی هست همه رو در بر میگیره. لعلکم تتقون، تا که پرهیزگار شوید، تا که به درجه تقوا و پرهیزگاری برسید. همچنین اجرا کردن حدود الهی رو الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم نشانه ای از تقوا و رسیدن به تقوا میدونه. در سوره بقره آیه 179 الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در قصاص چی است؟ یک انسانی دزدی کرده باید قصاص بشه، یک انسانی زنا کرده باید قصاص بشه، یک انسانی قتل کرده باید قصاص بشه، یک انسانی دزدی کرده باید قصاص بشه، جرمی رو مرتکب شده، به کسی آزار و اذیت رسانده باید قصاص بشه. در این قصاصی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما قرار داده، در این زندگی است. اگر شما واقعا متقی و پرهیزگار هستید، از الله سبحانه و تعالی میترسید، باید این حدود الله سبحانه و تعالی رو در زمین اجرا بکنیم. روزه یکی از عبادت هاست. روزه رو الله سبحانه و تعالی برای این فرض نکرده که ما گرسنگی و تشنگی بکشیم. اگر قرار این باشه که انسان فقط به مجرد اینکه احساس گرسنگی بکنه، احساس تشنگی بکنه در ساعات معینی از روز فقط و هدف دیگری نباشه، پس انسان میتونه یک گاو و گوسفندی الاغی رو هم مدت 12 ساعت، 8 ساعت، 16 ساعت، 15 ساعت بهش آب و غذا نده، بگه این الاغ روزه گرفته، یا این الاغ یا این گاو مثلا امروز 12 ساعت روزه گرفته. نه خیر، هدف از روزه گرفتن، هدف از این گرسنگی و تشنگی کشیدن این نیست که ما فقط غذا نخوریم و آب ننوشیم.
الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مؤمنین، ما روزه را بر شما فرض کردیم همان گونه که بر پیشینیان شما فرض کرده بودیم، بر اقوامی که قبل از مسلمان ها بودند، بر یهود، بر نصارا هم نوعی از روزه در بین آنها بود. هدف از این چی است؟ لعلکم تجوعون؟ نه، لعلکم تتقون. ما روزه را برای شما فرض کردیم. یا ایها الذین آمنو در آیه 183 سوره بقره، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا به درجه تقوا و پرهیزگاری برسید، نه اینکه شما گرسنگی و تشنگی بکشید. و در مورد متابعت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سوره انعام آیه 153 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این هست راه راست من، راهی که قرآن برای شما ترسیم کرده، از این راه متابعت کنید، پیروی بکنید. ولا تتبعوا السبل، راه‌های مختلف و گوناگون رو متابعت نکنید. این به نام فلان پیر، این به نام فلان امام، این به نام فلان شیخ، این به نام فلان، نه، این نام ها مهم نیست. هر کدام از اینها که به راه قرآن و به راه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راهنمایی میکنن، همان راه صحیح هست. به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این آیه نازل شد و اصحاب پیامبر در مورد این آیه پرسیدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک چوب دستی با دستان مبارکشون یک راهی رو ترسیم کردن، گفتن این صراط المستقیم هست، این راه صحیح هست، و در کنار این راههای دیگری کشیدن، چپ و راست، کوچه های علی چپ یا حسن چپ به قول مردم. و این راه مستقیمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسیم کردن، گفتن این راه مستقیم است، راه قرآن و راه سنت پیامبر. این راههای دیگر، این همون سبلی هست، راههای دیگری است که منتهی میشه به کجا؟ به جهنم، منتهی میشه به دوزخ، منتهی میشه به عذاب الهی. پس راه راست رو الله سبحانه و تعالی برای ما نشان داده. توسط چی؟ توسط قرآن کریم. اگر این سبل رو شما پیروی بکنیم، در قرآن کریم چی میگه؟ فتفرق بکم، شما رو به تفرقه، به اختلاف، به گمراهی میکشانه. عن سبیله، از راه الله سبحانه و تعالی. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این اون وصیت است که الله سبحانه و تعالی شما رو کرده، به شما وصیت میکنه، شما رو پرهیز میداره از این مسائل تا که شما تقوا و پرهیزگاری پیشه بکنید. یکی از عبادت‌های خیلی بزرگی که مسلمان‌ها انجام میدند عبادت حج هست. میلیون‌ها خرج میکنند، سالها انتظار میکشند، یکی گاو و گوسفندشو میفروشه، یکی زمینشو میفروشه، یکی طلا جواهراتشو میفروشه تا فقط برسه به خانه کعبه و 7 بار دور این خانه طواف بکنه، بره به عرفات، بره به مزدلفه، مدت 14-15 روز این مناسک رو انجام بده. هدف از این مناسک چیه؟ هدف از حج اینه که از حج برگردی بهت بگه حاجی حسن، حاج محمد، بهت بگه حاج فلانی. خیلی همین هدفشون، میلیون ها خرج میکنن که برگردن از حج بهشون یک پیشوند و پسوند حاجی اضافه بشه. میگن کسی حج رفته بود، از حج برگشته بود، حالا اسمش حسن، تقی، نقی، هرچی بود، مردم به همون اسمش صداش کردن تو جای تو کوچه بازاری. میگه برگشت گفت با کور بودی ندیدی که من حج رفته بودم، بهم بگو حاج حسن. این شخص از اون عبادتی که انجام داده فقط همون اسم رو هم در دنیا و هم در آخرت میبره. در آخرت وقتی که به پیشگاه الله سبحانه و تعالی بگه بارالله من این همه عبادت کردم، حج رفتم، زحمت کشیدم، الله سبحانه و تعالی بهش میگه خب مزدتو دریافت کردی؟ یه الهی کدوم مزد؟ میگه همون مزدی که به دنبالش بودی. من به دنبال چی بودم؟ به دنبال همون اسم بودی. خب اسمتو در دنیا بد دادن، گفتن حاج حسن، تموم شد، پاداشی در نزد من نداری. حج
این عبادت بزرگ هدف اصلیش رسیدن به مرتبه تقواست، رسیدن به مرتبه پرهیزگاری است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 197 میگه که الحج اشهر معلومات، حج ماهای معین داره، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کسانی که حج میکنن، حج بر اونا فرض میشه، در حج باید جنگ و جدال نکنن، فساد نکنن، گناه نکنن، درگیری را نندازن. و ما تفعل من خیر یعلمه الله. هر چی که شما از اعمال نیک انجام میدید الله سبحانه و تعالی اونو میدانه. و تزودوا، و توشه بگیرید با خودتون. فان خیر الزاد التقوی. و بهترین توشه‌ای که میتونید با خودتون بگیرید تقواست. واتقون یا اولی الالباب. اگر شما فکر دارید، اندیشه دارید، عقل دارید، تقوا پیشه بکنید، از الله سبحانه و تعالی بترسید. پس این مراسم به این بزرگی، این همه زحمت، این همه تلاش فقط برای چی است؟ که به مرتبه تقوا برسید. نه اینکه به ما بگن حاج فلانی، نه اینکه بگن بابا رفته مکه برگشته، ببینید حاج فلانی رفته مکه. نه، اینا هیچ کدومش هدف حقیقی نیست. هدف حقیقی مرتبه تقواست. میلیون ها گوسفند و بز و شتر، گاو در حج قربانی میشه. سالانه انسان ها، میلیون ها مسلمان ها، میلیون ها گوسفند و چارپایان حلال گوش رو در راه الله سبحانه و تعالی قربانی میکنن. هدف چی از این قربانی؟ هدف اینه که جناب رئیس جمهور تشریف آوردن، شما براش گوسفندی ذبح بکنید. هدف اینه که آقا داماد و عروس خانم اومدن، شما باید یک حیوانی رو جلو پای اینا سر ببرید. هدف اینه که در بین مردم بگید بله فلانی قربانی کرده، فلانی صدقه داده، فلانی یک حیوانی بزرگی رو سر بریده. آیا هدف این است؟ نه. نه اون گوشتش، نه اون خونی که ریخته میشه، نه پوستش، هیچ کدامش به الله سبحانه و تعالی نمیرسه و در میزان اعمال شما قرار نمیگیره. پس چیست که به درد ما میخوره از این قربانی هایی که انجام میدیم؟ الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 37 بیان میکنه لن ینال الله لحومها. به الله سبحانه و تعالی این گوشت هایی که قربانی میکنید نمیرسه. ولا دماؤها، و نه این خون ها نفعی میرسانه به الله سبحانه و تعالی، به الله سبحانه و تعالی نمیرسه. ولکن یناله التقوی منکم. آنچه که به الله سبحانه و تعالی میرسه تقوای شماست. ولو اینکه یک انسانی یک بز لاغر خیلی کوچیکی رو قربانی بکنه، لکن هدفش تقوا و پرهیزگاری باشه، اون به مرتبه اعلا میرسه در نزد الله سبحانه و تعالی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما یکی اومده یک گاو مثلا 300-400 کیلویی رو قربانی کرده فقط به خاطر اینکه مردم بگن بله کربلای فلانی، مشت فلانی یا ارباب فلانی فلان گاو بزرگی رو قربانی کرده به خاطر اسمش. این گاو بزرگ، این همه گوشت هیچ نفعی به این شخص نمیرساند. چرا؟ چون هدف اصلی رو در نظر نگرفته. هدف اصلی چی است؟ تقوا. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. این تقوای شماست که به الله میرسه، نه گوشت و نه خون این حیوانی که قربانی کردید. پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین وسیله است که ما میتونیم خودمون رو به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنیم. بگیم پروردگارا، من در این زمان اگر یک دختر خانمی حجاب شرعی رو مراعات میکنه مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مردم اذیتش میکنن. در تاجیکستان ما میبینیم که یک زنی اگر حجاب داشته باشه حکومت مانع میشه، اذیتش میکنه. این زنی که در زیر همین سایه همین طواغیت، همین حکومت هایی که مانع از انجام شعائر الهی میشن، میاد با همه سختی ها و مشکلات این حجاب رو مراعات میکنه. مثل خواهرانی که امروز در فرانسه حجاب میپوشه، میاد بیرون، پلیس نگرش میداره، جریمش میکنه،
میره این جریمه رو 100 یورو 200 یورو 300 یورو به بانک پرداخت میکنه، اما حاضر نمیشه که این چادرش رو از سرش برداره. این با این عملش میتونه وسیله بجویه برای نزدیکی به الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه که الله سبحانه و تعالی برای شما آورده اون رو بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که شما را از اون نهی کرده از اون دوری بکنید. چرا؟ واتقوا الله، تقوای الله پیشه بکنید. تقوای الله چیه؟ آنچه که پیامبر آورده انجام بدیم، آنچه که از اون نهی کرده دوری بکنیم. آن برادری که امروز در تاجیکستان علی الرغم فشار حکومت و دشمنان اسلام مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ریش میذاره، اون جوانی که علی الرغم ممانعت حکومت میره در مساجد نماز میخوانه به خاطر پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این مرتبه تقواست. این همون تقوایی است که الله سبحانه و تعالی امر میکنه که از آنچه که پیامبر به شما امر کرده پیروی بکنید و از آنچه که نهی کرده دوری بکنید. واتقوا الله، و تقوا پیشه بکنید. اصلا میدونید که هدف از فرستادن انبیای الهی، همه انبیای الهی، هدف از فرستادن اینها رساندن انسانها به مرتبه تقوا و پرهیزگاری بوده. در مورد نوح، هود، صالح، لوط، شعیب، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عیسی، موسی، همه ببینید که از زبان همین پیامبرانی که ذکر کردم، از زبان نوح، از زبان هود، از زبان صالح، از زبان لوط، از زبان شعیب، در سوره شعرا آیات 107 108 125 126 147 144 162 163 178 179 از زبان همه اینا چی میگه؟ انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، من از طرف الله سبحانه و تعالی پیامبری هستم امانتدار و راستگو، از تقوای الهی رو پیشه بکنید و از من پیروی بکنید. از زبان نوح علیه السلام مثلا کذبت قوم نوح المرسلین، در آخر آیه در آیه 108 میگه که فاتقوا الله و اطیعون. از زبان همه پیامبران در سوره های مختلف قرآن کریم که شما ببینید، هدف از فرستادن انبیای الهی این بود که انسانها رو به درجه تقوا و پرهیزگاری برسانه. و در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و در سوره مائده آیه 35 الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. دوستان نشون بدن یک بار دیگه این آیه رو. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین، تقوای الهی پیشه کنید و همین تقوای الهی که پیشه میکنید رو وسیله بجویید به سوی الله سبحانه و تعالی، تقرب بجویید، وسیله بجویید به وسیله همین تقوا به سوی الله سبحانه و تعالی. در ادامه چی میگه؟ و جاهدوا فی سبیله، و در راه الله سبحانه و تعالی جهاد بکنید، لعلکم تفلحون، تا که شما رستگار شوید. در آیه دیگه در سوره الاسراء آیه 56 دوستان عزیز اگر نشون بدن، در این سوره مبارک الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر محبوب خودش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید قل، بگو ای محمد، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، بگو کسانی رو که من دون الله، پایین تر از الله سبحانه و تعالی، غیر از الله سبحانه و تعالی میپرستید، اونا رو صدا میکنید، از اونها چیزی میخواهید، صدا کنید. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویله، اینها نمیتوانند هیچ بلا و مشکلی را از شما دور سازند و اصلا چیزی رو نمیتونن تغییر بدن. کسانی که من دون الله شما اینا رو میخوانید، امام، پیر، ولی، ملنگ، ملا، مولوی، آخوند، مرجع،
امام رضا، امام حسن، امام حسین، هر کی که باشه، اینهایی که من دون الله شما اینا رو میخوانید، اینها نمیتوانند چیزی رو از شما دور بکنن، اصلا چیزی رو نمیتونن تغییر بدن. آیه بعدی خیلی جالبه. اولئک الذین یدعون، ببینید، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. میگه همین کسانی که شما آنها را میخوانید، همین کسانی که شما آنها را وسیله قرار دادید، یا علی میگید علی رو وسیله قرار دادم، یا حسین میگید حسین رو وسیله قرار دادم، میگه خودشان به سوی پروردگارشان وسیله میجویند، تقرب میجویند. علی به وسیله جهادش، علی به وسیله ایمانش، علی به وسیله تقواش، علی به وسیله اعمال صالحه خودش رو به خدا نزدیک میکرده. خودش اعمال صالحه خودش رو وسیله قرار داده بوده برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی. شما چطور میید علی رو وسیله قرار میدید برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی؟ دقت بکنید، میگه کسانی رو که شما میخوانید و ادعا میکنید که اینا رو وسیله قرار دادید، خود اینها برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی وسیله میجستن، اسباب تقرب به ذات اقدس الهی رو میجستن. کدام یک از آنها نزدیک ترند و به رحمت او امیدوارند و از عذابش میترسند؟ بیگمان عذاب پروردگارت همواره ترسناک است. پس همان کسانی که بعضی از انسانها اونها را وسیله خودشون قرار میدن برای رسیدن به ذات اقدس الهی، خودشان در پی وسیله بودن، خودشان در پی این بودن که چگونه با تقوا و پرهیزگاری خودشون رو به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنن. بارها شنیدید میگن ائمه نماز زیاد میخوندن، روزه زیاد میگرفتن، صدقه. مثلا امام زین العابدین چرا بهش میگن زین العابدین؟ امام سجاد چرا میگن؟ چون عبادت زیاد میکرد، چون سجده زیاد میکرد، چون صدقه زیاد میداد، چون تقوا و پرهیزگاری رو پیشه کرده بود. به خاطر میگن امام سجاد، سجده گذار، یعنی از بس که ایشون زیاد نماز میخوندن. زین العابدین، زینت عبادت کنندگان. چرا؟ چون که با این اعمال صالحه خودش طبق همین آیه قرآن کریم امام سجاد به الله سبحانه و تعالی وسیله میجست. همون سجده های خودش رو، همون عبادت های خودش رو، همون صدقاتی رو که پرداخت میکرد، همه اینها رو وسیله‌ای برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی قرار داده بود. و یک انسان دیگری بیاد همین بنده محتاج رو علی الرغم همه فضائلی که داره بگه من این رو وسیله قرار دادم برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی. من دون الله کسی رو ما وسیله قرار بدیم برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی از اون طرقی که نه الله گفته، نه رسولش در سنت خودش ذکر کرده و نه علما این رو برداشت کردن، بلکه عده‌ای تاجر دین و سودجو برای خالی کردن جیب‌های مردم در کنار زیارتگاه‌ها و گنبدها و بارگاه‌ها اومدن گفتن که بله اینها وسیله‌ای هستند برای رسیدن شما به خدا. همون کاری رو که مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام میدادن. سری میزنیم به سید و سردار اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از محمد مصطفی، امام علی امیر مومنان رضی الله تعالی عنه، تا ببینیم که ایشون در کتابی که منسوب به این بزرگوار هست در مورد توسل چی میگن. این کتاب نهج البلاغه است، دوستان عزیز نشون بدن. اینم شناسنامش، اینم خطبه 110. در اینجا میگه که ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، بالاترین چیز، افضلترین چیزی که توسل کنندگان به الله سبحانه و تعالی به آن متوسل میشوند چیست؟ الایمان بهی و برسوله. دقیقاً ترجمه تفسیر همون آیات قرآنی است که لحظات پیش با هم داشتیم میخوندیم.
و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ایمان به الله سبحانه و تعالی و به رسولش رو وسیله قرار میدن. و الجهاد فی سبیله، و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی رو. و انه ذروة الاسلام، این جهاد قله اسلام هست، اون بالاترین مرتبه اسلام هست. و کلمة الاخلاص فانها فطره، کلمه اخلاص چیه؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. توحید، یک تا پرستی رو وسیله قرار میدن برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی. و اقام الصلاة فانها مله، و برپا داشتن نماز را که این جزء به اصطلاح شریعت امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و ایتاء الزکات فانها فریضه واجبه، و پرداختن زکات را که فریضه واجب است از طرف الله سبحانه و تعالی. و صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب، و روزه ماه مبارک رمضان را وسیله قرار میدن برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی. چی گفته بودیم اونجا در آیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا به مرتبه تقوا و پرهیزگاری برسید. پس سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگه که روزه ماه رمضان را که سپری است از عقاب الله سبحانه و تعالی وسیله قرار میدن. و حج البیت و اعتماره فانهما ینفیان الفقر، میگه که به حج بیت الله الحرام و عمره رو وسیله قرار میدن برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی، چرا که انسان رو از فقر، از تنگدستی میرهاند. و صلة الرحمی، و پیوند خویشاوندی رو به پاس داشتن، قطع روابط خویشاوندی نکردن، این عمل نیک است، عبادت است. این رو انسان وسیله قرار بده برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی. تا و صدقه السر، و صدقه دادن رو، و صدقه پنهان، صدقه آشکار، و امر به معروف، اعمال نیک انجام دادن، و ذکر الله سبحانه و تعالی کردن، همه اینها رو سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگه که، و ببینید اینجا، و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو عمل کردن. واقتدوا بهدى نبیکم فانه افضل الهدى، میگه که به هدایت پیامبرتان اقتدا بکنید که بالاترین هدایت هاست، و به سنتش عمل بکنید که سنت پیامبر بهترین سنت هاست. در اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیگه که ای مردم اگر میخواهید به الله متوسل شوید بیایید بگید که یا علی، نمیگه در اینجا، میگه که به اعمال نیکتان متوسل شوید. این از این. در خطبه 230 دوستان عزیز نشون بدن، این نهج البلاغه، اینم شناسنامش، خطبه 230 در اینجا ببینید که چه جالب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خطاب به کسانی که آنان که دنیا را دوشیدند، به غفلت زدگی در دنیا گرفتار آمدند، فرصتها را از دست دادند. و تازه های آن را فرسوده ساختند، سرانجام خانه هایشان گورستان و سرمایه هایشان ارث این و آن گردید. آنان که نزدیکانشان را نمی شناسند و به گریه کنندگان خود توجهی ندارند و نه دعوتی را پاسخ می گویند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ما میگه که اینایی که مردن، اینایی که از دنیا رفتند، نه به گریه شما توجه میکنند و نه دعوت شما را پاسخ میدند. 100 بار که بگید یا فلان یا علان، نمیتونن پاسخ بدن به دعوت شما. در نامه 31 دوستان عزیز نشون بدن، نهج البلاغه، اینم شناسنامش، در نامه 31 که نامه است اخلاقی، تربیتی، تاریخی، اعتقادی، سیاسی، علمی، به حسن ابن علی
سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به پسرشون حسن رضی الله تعالی عنه وصیت میکنن. ببینید که چه زیبا در شماره 10 در اینجا چی میگن بهشون. میگن بدان خدایی که گنجهای آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند، درخواست رحمت کنی تا ببخشاید و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه‌ای پناه ببری و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است، در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است، در آنجا که رسوایی سزاوار توست رسوا نساخته و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده است و در گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خویش ناامیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است. هر گناه تو را یکی و هر نیکی تو را 10 به حساب آورده و راه بازگشت و توبه را به سوی تو گشوده است. هرگاه او را بخوانی ندایت را میشنود و چون با او راز دلگویی راز تو را میداند. پس حاجت خود را با او بگوی و آنچه در دل داری نزد او بازگوی. غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند. در شماره 11 چی میگه؟ و از گنجینه های رحمت او چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی نمیتواند عطا کند. سبحان الله. اینایی که میان به دروغ ادعا میکنن که شیعه علی هستن، آیا این چیزها رو خوندن در نهج البلاغه؟ میگه که و از گنجینه های رحمت او چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی نمیتواند عطا کند. مانند چی؟ عمر بیشتر، تندرستی بدن، گشایش در روزی. سبحان الله. همه این چیزها رو مردم امروز میرن از قبرها میخوان، از امامان میخوان. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگه اینا رو از خدا بخواهید چون غیر از خدا کسی دیگه نمیتواند این چیزها رو عطا بکند. عمر بیشتر، تندرستی بدن و گشایش در روزی. سپس خداوند کلیدهای گنجینه های خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه دعا کردن داد. پس هرگاه اراده کردی می توانی با دعا درهای نعمت خدا را بگشایی تا باران رحمت الهی بر تو ببارد. هرگز از تأخیر اجابت دعا ناامید مباش، زیرا بخشش الهی به اندازه نیت است. گاه در اجابت دعا تأخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کاملتر شود. گاهی درخواست می کنی اما پاسخ داده نمی شود، زیرا بهتر از آنچه خواستی به زودی یا در وقت مشخص به تو خواهد بخشید. یک سخنان جالب و زیبا از امام متقین بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از امیر مؤمنین، از حیدر کرار علی ابن ابی طالب به فرزندش. آیا بهتر نیست که کسانی که امروز ادعای محبت علی و اولاد علی رو دارند از این سخنان پیروی بکنند؟ آیا بهتر نیست که به جای اینکه به سراغ کلینی و مجلسی و مراجع تقلید دین فروش و تاجران دین فروش بریم، به سخنان علی گوش بدیم، از علی پیروی بکنیم؟ یا اینکه دوستی و محبت علی و شیعه علی بودن فقط یک اسم است؟ بله من شیعه علی هستم اما از علی پیروی نمی کنم. کسی که شخصی رو دوست داره باید از او پیروی بکنه و اگر کسی ادعای دوستی شخصی رو داره و پیروی نمیکنه
در حقیقت در این ادعای خودش دروغ میگه. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو اگر واقعا راست میگید که الله سبحانه و تعالی رو دوست دارید، پس پیروی بکنید از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از آنچه که الله به پیامبرش فرستاده، از قرآن پیروی بکنید، از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنید.